سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز کانال ایمیج بک‌تست. خیلی خوش اومدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. در این قسمت قراره که به بررسی استراتژی شماره 6 کانال بپردازیم و ببینیم که آیا این استراتژی در حالتهای متفاوتی که بررسی کردیم آیا سودده هست یا خیر و نتیجه گیری نهایی رو در مورد این استراتژی انجام بدیم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اگر ویدیوی قبلی رو دیده باشید، استراتژی که معرفی کرده بودیم از 4 تا اندیکاتور تشکیل می شد و ادعای وین ریت 90 یا 95% داشت که ما تست اولیه‌اش رو انجام دادیم. در یکی از تست ها ضررده بود و در یکی از تست ها میانه بود که برای اینکه اگه بخواید نتایج دقیق اون تست ها رو داشته باشید و بررسی و ترید و سبک کار با این استراتژی رو انجام بدید و آشنا باشید، میتونید از طریق لینک بالا ویدیوهای قبلی رو ببینید و به طور کامل با این استراتژی آشنا بشید. اما قرار بود که ما تست های بیشتری رو انجام بدیم و ببینیم که آیا این استراتژی در نهایت میتونه سودده باشه یا خیر. در مورد روش بک تست یعنی ترید روی یک جفت درس، ما به خاطر نتیجه نسبتاً بد و ضررده‌ای که داشت دیگه نیاز به ادامه یک تست گرفتن نبود طبق قراری که داشتیم و در واقع نیازی نیست که ما بخوایم تست های بیشتری از این استراتژی روی یک جفت درس بگیریم، چون همین که تونستی یک مرتبه در 100 تا معامله برآیند ما رو ضرر کنه، احتمال اینکه این استراتژی ضررده باشه زیاد هست و ارزش وقت گذاشتن نداره. اما در مورد ترید به سبک های متفاوت، مثلا شما ممکنه ببینید که اینجا منفی ها پشت سر هم و مثبت ها پشت سر هم هستن. پس مثلا یکی از حالت ها این باشه که نتیجه بگیریم که بعد از هر مثبت ما اونقدر ترید بکنیم تا زمانی که منفی بشه و بعد صبر کنیم تا دوباره مثبت بشه. مثلا شما اینجا میبینید که مثبت شده، در معاملات بعدی یعنی 4 تا معامله سود میکنید و معامله بعدیش که یکی معامله در واقع بعد از مثبت آخری که شما وارد میشید ضرر میکنید. در این صورت شما 4 تا معامله سود کردید و یک معامله ضرر کردید. اگر بخوایم به این روش ترید کنیم، به خاطر اینکه ما تعداد مثبت منفی پشت سر هم زیاد داریم، ببینید مثلا اینجا یه بخششه، عرضم به خدمتتون که اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست. به این خاطر این سبک ترید کردن در مجموع به شما ضرر میده و حتی ممکنه که نتیجه شما بسیار بدتر از نتیجه حالت عادی باشه. یک روش دیگه ای که به نظر میرسه اینه که بعد از هر منفی که صورت گرفت و هر معامله که ضرر شد وارد معامله مثبت بشیم. یعنی اگر مثلا یک معامله مثبت بود و بعد از اون معامله مثبت و سود منفی شد، صبر میکنیم تا اون منفی، اگر بعد از معامله مثبت منفی شد ما بعد از اون منفی وارد مثبت میشیم. یعنی این یک دونه ای ها باز هم شما به خاطر اینکه تعداد منفی های پشت سر هم زیاد هست، این سبک ترید روی بک تست هم جواب نمیده و نتیجه نسبتاً بدتر از نتیجه حالت عادی داره. و حالت مارتینگل هم به علت اینکه ما 8 تا ضرر پشت سر هم داشتیم به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون طبق تجربه شما حداقل 2 الی 3 عدد حداقل باید روی این عدد قرار بدی و احتمال اینو بدی که مثلا 10 الی 11 ترید پشت سر هم ممکنه که ضرر بشه و طبق این احتمال شما باید ده ها هزار دلار، هزاران دلار باید داشته باشید در حساب تا بتونید با این سبک ترید کنید که اصلا عاقلانه نیست.
لذا در نهایت ما نتیجه میگیریم که ترید به سبک بک تست، یعنی ترید روی یک جفت ارز با این استراتژی 4 کندلی به هیچ عنوان جواب نمیده و به ریسکش در واقع به اصطلاح نمیرسه. اما در مورد فوروارد تست که نتیجه اولی از لحاظ تعداد مثبت و منفی در سود بهبود، هرچند که برآیند کلی ممکنه که برابر باشه یا کمی ضرر شده باشه به خاطر بحث کمیسیون، اما ما به خاطر اینکه تعداد منفی پشت سر هم کم بود و از لحاظ تعداد مثبت هم زیادتر شد، ما قرار شد که به صورت ترید، به صورت رندوم تست و ترید به صورت رندوم در بین جفت ارزها رو ادامه بدیم و تست بیشتر بگیریم تا ببینیم که آیا این سبک ترید آیا سودده هست یا خیر. که من 70 تا ترید دیگر رو انجام دادم، 70 تا پوزیشن وارد شدم که به طور خیلی جالب و زیبایی 41 مثبت و 29 تا منفی شد و تعداد و برآیند ما در این 70 تا سودده و مثبت بود. بیشترین منفی پشت سر هم 5 تا بود و بیشترین مثبت پشت سر هم 9 تا. طبق این 70 تا و حالا اگه بخوایم که بگیم طبق این 100 تا برآیند این ترید های ما در این 100 ترید برآیند مثبت هست و حساب ما رو میتونه 4-5% یا حتی ممکن کمی بیشتر در سود قرار بده و برای ما خوب باشه که نتیجه میگیریم که ترید به سبک رندوم تست و ترید به سبک رندوم در بین جفت ارزها بسیار بسیار نتیجه بهتری از ترید به سبک بک تست داره. لذا در حالت ترید به سبک فوروارد تست ما دیگه نمیتونیم بگیم این یک استراتژی ضررده هست و از اونجایی که در 100 معامله برآیند ما مثبت شده، این قسمتش رو نمیشه به عنوان در واقع یک استراتژی ضررده قرار داد. اما به خاطر نتیجه بسیار بدی که در بک تست داره، در واقع نمیشه به طور قطع هم گفت که همیشه به شما سود میده. گاهی اوقات به شما سود میده و گاهی اوقات به شما ضرر میده. اگر نکاتی رو رعایت کنید، مثلا اینکه در حالت رنج ترید نکنید یا زمانی وارد ترید بشید که مثلا وقتی که همه سیگنال ها رو داره میده و همه اندیکاتورها در موقعیت خودش هستن، یک مومنتوم شکل گرفته باشه و قدرت و ترید و چارت از قدرت بسیار خوبی برخوردار باشه که شما بتونی احتمال بدی که به اندازه 2 کندل احتمالا به مسیر خودش ادامه میده. اگر اینها رو رعایت کنید، نکات پرایس اکشنی رو رعایت کنید، احتمال اینکه بتونید از این استراتژی سود بگیرید، اونم در حالت رندوم تست و در حالت ترید به صورت رندوم در بین جفت ارزها، احتمالی که شما سود کنید خیلی زیاد هست. در جاهای رنج ترید نکنید، در جاهایی که کندل ها ضعیف هستن ترید نکنید. اجازه بدید که مثلا کراس ها به خوبی شکل بگیره. حتما به در واقع قسمت مومنتوم، اندیکاتور مومنتوم دقت کنید که از قدرت بسیار خوبی برخوردار باشه و یک چارت آروم و منطقی باشه، روی لول نباشه. اگر همه این نکات رو مجموعاً با هم رعایت کنید، یعنی نکاتی علاوه بر استراتژی که این استراتژی به ما گفته، این که در روند باشه، این که مومنتوم داشته باشه، قدرت داشته باشه، روی لول نباشه، اگر این نکات رو رعایت کنید، احتمال اینکه بتونید یک برآیند 60-65% داشته باشید خیلی زیاد هست و میتونید با این استراتژی سود کنید. و میمونه نکته نهایی، این که آیا به صورت رندوم میشود مارتینگل کار کرد یا خیر. ببینید، از اونجا که در این 100 تست بیشترین منفی پشت سر همه ما 5 تا بوده، اگر در این 100 تا وارد از طریق مارتینگل عمل میکردید، بسیار سود شما زیاد میشد، بسیار زیاد میشد، شاید چیزی حدود 50 دلار 50-60 دلار میشد. اما یه نکته وجود داره. ببینید، همونطور که شما در بک تست دیدید که 8 ترید پشت سر هم ضرر شده،
8 پوزیشن پشت سر هم ضرر شده. ممکنه این 8 در رندوم تست هم بیاد و حتی بیشتر بشه، به این خاطر که ممکنه، یعنی این استراتژی ثابت کرده که در یک جفت ارز امکان این که 8 بار پشت سر هم منفی بشه وجود داره. پس شما ممکنه که هر 8 که میخواید در بین جفت ارزها بگردید و وارد ترید بشید از قضا در قسمت منفی اون استراتژی باشید و از اونجایی که این استراتژی تعداد منفی های پشت سر هم زیادی داره و تعداد منفی هایی که در برآیند داره، احتمالی که شما در بین جفت ارزها میگردید به منفی بخورید بیشتر از اینه که به مثبت بخورید. پس لذا مارتینگل رو به این صورت به شما پیشنهاد نمی‌کنم مگر اینکه قلق این استراتژی دستتون بیاد و اون نکات اضافه ای هم که گفتم، مثل اینکه در مومنتوم باشه، در روند قوی باشه، چارت قوی باشه، اگر این نکات رو رعایت کنید احتمال این که شما بتونید از طریق مارتینگل هم با این استراتژی سود کنید خیلی زیاد هست. به این خاطر که این استراتژی در حالت عادی بدون رعایت هیچ کدوم از اون نکات فقط 5 تا ضرر پشت سر هم داشته، هرچند که احتمالش هست که تا 8 تا هم بره. اما اگر اون نکات رو رعایت کنید و قلق این استراتژی دستتون بیاد، احتمال این که مارتینگل هم شما بتونید سود کنید زیاد هست، هرچند که مارتینگل یک روش بسیار ریسکی. شما تا جایی که میتونید اولویتتون باید این باشه که در حالت ترید به سبک عادی، یعنی با حجم ثابت و شما ترید کنید، در این حالت شما باید سود کنید و این حالتی که شما میتونید سرمایه های زیادی داشته باشید و روی سرمایه های زیادی ریسک کنید و یا احیانا جذب سرمایه کنید و در این حالت هستش که شما میدونید که به یک حالت سودده رسیدید و میتونید روش حساب باز کنید. به هر حال مارتینگل با همه جذابیتی که داره و همه نکات ایمنی که براش رعایت میکنید، بالاخره احتمال این که یک روزی سرمایه شما از طریق مارتینگل از دست بره خیلی زیاد است. پس مارتینگل هم به طور کلی همیشه پیشنهاد نمیشه. در این مورد این استراتژی هم من به نتیجه برآیندم اینه که این استراتژی به درد مارتینگل نمیخوره، چون احتمال اینکه بیش از 8 ضرر پشت سر هم ببینید زیاد هست. اما اگر به هر حال بخواید از طریق مارتینگل با این استراتژی کار کنید، اون جدول اعدادی که وارد شده رو ما در یکی از ویدیوهای گذشته به طور کامل توضیح دادیم که لینکش بالای صفحه میبینید. میتونید از طریق لینک بالا وارد اون ویدیو رو ببینید و شیوه کامل استفاده از مارتینگل رو ببینید. در مورد این استراتژی نکته دیگه نمیمونه. هر آنچه که نیاز بود و ما بررسی کردیم و نتیجه این شد که ترید به سبک بک تست سودده نیست و بسیار میتونه حساب شما رو به خطر بندازه. ترید به صورت رندوم تست یک ترید موفق و سبک موفقی بوده با این استراتژی و اگر احیانا بخواید که بیشتر تست صورت بگیره حتما در کامنت ها بهم بگید یا در طریق ایمیل بهم بگید تا تست بیشتری انجام بشه. ولی تا به اینجای کار اونچه که بررسی شده و اونچه که نتیجه گرفته شده اینه که این استراتژی در حالت ترید به صورت رندوم یک نتیجه نسبتا موفقی داشته. البته اگر یک سری نکات پرایس اکشنی و تجربه‌ای و در واقع کندل خانی رو اگر شما بهش توجه کنید و رعایت کنید، حتما برآیند شما بهتر خواهد شد. نکته دیگری نمیمونه. خیلی ممنون که تا به اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، کانال رو به دوستانتون معرفی کنید و ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.